روزی سعید جمعه بعد همین خواندن نماز جمعه برادر خویش یعنی چند برادر مثال کدام دعا را بعد مثال خواندن نماز جمعه کدام دعا افضلیت تر دارد یا چی دعا کنیم که مقصد برکت ایمان قوی شود؟ بعد نماز جمعه یگان دعای خاص نمیدانم که پیامبر صلی الله علیه و سلم به همون دعا بعد نماز جمعه ما را توصیه کرده باشند، بلکه الله تعالی که فاذا قضیت الصلاة فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وقتی که نماز جمعه که به پایان رسید شما در روی زمین منتشر شوید، پهن شوید. ابتغوا من فضل الله، از فضل الله تعالی، از رزق الله تعالی امید کنید. بعضی علما میگن که بعد نماز جمعه تجارت کنید و بعضی علما میگن که اقلا خریدهای سری هفتگیتون بعد نماز جمعه کنید، چون که الله تعالی که وقتی که نماز جمعه و اذان گفت شما خرید و فروش ترک کنید، به سوی ذکر الله تعالی شتاب کنید. وقتی که نماز که به پایان رسید در روی زمین پراکنده شوید و از رزق الله تعالی امیدوار شوید. روز جمعه بعد برآمدن از مسجد از فضل الله تعالی پرسیدن میشد. گوید که الله تعالی ما از فضلت میپرسیم، از فضلت، از وسیعگی ملکت، از وسیعگی رزقت ما میپرسیم، برای ما رزق فراخ نصیب روزی گردان. گفته دعا کنید فاذا قضیت الصلاة فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا. هم از فضل الله تعالی امیدوار شید، خواه تجارت کنید، خواه خرید کنید، همین چیزایی میخرید بعد جمعه و ماند برکه هست میگن علما. و اینچنین الله تعالی رو ذکر کنید، لا اله الا الله سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله واستغفر الله واتوب الیه لا حول ولا قوه الا بالله. تمام ذکرها و از جمله صلوات هم. روزی جمعه روزی صلوات است و پیامبر صلی الله علیه و سلم. بعد از فضل الله تعالی بپرسید، ان شاء الله نجات مییابید و موفق میشوید.